مامی من تازه از ایران اومدی آمار بده چطور بود؟ باحال‌ترین اتفاقی تو ایران افتاد چی بود و بدترین اتفاق چی بود؟ تعریف کن برامون. من زیاد نشناسم. بهترین اتفاقش دیدن اینقدر رستوران‌های خوب ایرانی است که اصلا یک دونش تو ونکوور نیست. فقط کره خوری ها؟ کره خوری اساسی شیک خیلی خوب بودش. همه چیش بود، همه چی ایران بود. ایران دوست داری زندگی کنی یا کانادا؟ ایران. چرا میای کانادا؟ اجباری، سربازیمه. نه واقعا برای چی میای؟ اجباریمه، چیکار کنم؟ شوهرم اینجاست، بچه‌م اینجا، نوه‌م اینجاست، مادرم اینجاست، خواهرم اینجاست، برادرم اینجاست. چی بگم؟ چی بشه برمیگردی؟ اوضاع درست بشه همتون میذارم زیر بغلم میرم. ما که نمیتونیم درستش نمیتونیم برگردیم. چرا نمیشه مگه؟ برای مالور میکنیم اینجا. نه میبرم اونجا مالور هست. بسته نی؟ نمیخوام چیزونه. با اونا هم بکشیش دهنی نمیخوره. این تمیزه خب؟ نمیخوام مثلا بستنی دوست ندارم. نمیخوام. ای بابا ما بستنی خوردیم. نه بابا من بستنیشون نمیخورم. من این چیز گرم خوردم سینم درد میکنه. من دیوونه‌ام. من به خاطر گرما نمیخوردم که سینم گرم باشه. مثلا سیب زمینی خوردی که گلوتو خوب کنی. سیب زمینی خوردم گرم باشه و یعنی چای میخوردی؟ چای نه مایات نمیخواستم. خورده بودم. مثلا سوپ بخورم یا این انتخاب کردم که تو هم بخوری که نخوری به جهنم کباب. وقت هستم یه ساعت فقط اونجا داره 1 ساعت و 20 دقیقه 1 ساعت و 35 دقیقه اینا گفت 1 ساعت یارو گفت 1 ساعت و 20 دقیقه 135 من حرف لینا رو قبول می‌کنم. خب بگو چطور خوبه تو که ایران انقدر خوبه توضیح بده. ایران خوش میگذره دوستان هستن چون گلو توپ شه یه خورده سرمایه خود در بیاد. ایران دوستان هستن با دوستان حال میکنم من با دوستان پیر شدم با ایشون حال کردم. این نشونش که شما انقدر خودتون کشیدین و چیز میزنین همتون عین 35 سالهای خوش شده خیلی بیشوری ایرانش خوش بالت نیومدی پس یعنی الان اگه دوستان همه امروز سرطان بگیرن بمیرن خفه شد ایران باز خفه شد نه من اگه دوستان نباشم پامو تو ایران نمیذارم. پس اگه دوستان همه بیان کانادا رو خوبه. آره هر جا دوستان باشه اونجا بودم. بس اصلا چیز کشوری رو نمیفهمی تو. من دوست بازم. حال و حولشونه. من حال و حول دوست بازم. من به قول ترکا چی؟ به قول ترکا نه فارسی چی فارسی سرم نمیشه. بابا کی زنگ زد؟ رضا فرشته عشق. یا علی. یعنی من هر جا برم تو باید پیدا شم. من چیکار کنم؟ تو فری توی خدایا یعنی من چیکار کنم ای خدا؟ آره تو کشتی تو فری یعنی چقدر مادرتون جوون زیبان انقدر میکشن خودشونو میگم همه گفتم انقدر رفتین دوتا خودتون کشینش همتون شبیه عروسکای 30 ساله این که 30 سالمون باربی که 40 سال پیش خریدیم. اینجای بابا یادم دروغگو برو اینا کجا بدونه بنده خدا بعد وسط ویدیو داریم ما هم ویدیو ضبط میکنیم که تو ایران چیش خوبه چیش بده. ایران همه چیش خوبه همه چیش سر پل تجریش همه چی خیلی خوبه همه چیش خوبه ایران همه چیش خوبه. آره خوش به حال تو ایرانی من تازه از ایران برگشتم خیلی خوب بود. کاش من جای شما بودم شما جای من. آره کاش که جامون عوض کنم. آرزوشه بیاد اونجا دیگه. من آرزومه برگردم ایران. خب من برم با رضا حرف بزنم 2 دقیقه برمیگردم. جزیره ها نام کن کوچولو بعد یه خونه میان روش میسازن فقط با قایق و اینا شخصی میتونن بیان عشق میکنن واسه خودشون دیگه. هرش بخوای دوست ندارم. مثلا تو کامنت بنویسید شما دوست دارید توی همچین جزیره زندگی کنین تنها من اصلا دوست ندارم. این خونه سفیده رو ببین روی ساحل برای خودشون باشه. این پرنده ریختن اونجا دارن شما میکنن. Baby, look pretty for the camera. Oh yes. Really? That's how we get out? No, that was fast. داریم میریم گل بازی. Here is perfect. Why do you have to go up? Oh, this is much better.
Ooh, I say even let's go under the stairs, just chill there. But no, just sit on the stairs. Well, we go up and have a seat. No, it opens, yeah. If you want to go up, let's go. خب از این بالون چه خبره؟ اومدیم یه سوراخی پیدا کردیم تو کشتی. آقا داشتم یه چیزی فکر می‌کردم اگه اشتباس بهم بگین. ببین برای مهسا امینی که اتفاق افتاد چیز آخرش حجاب بود دیگه. حالا توی اون دعوای اصلی حجاب مثلا موضوع چیز بود دیگه که همه دارن میزنن تو خیابون. ولی وقتی من آمار میگرفتم آدم پولدارا نمیریختن تو خیابون. همش آدمای دیگه بودن پولدارا هم تو خودشون کاری نداشته باشن. این میگم ما با کار کسی نداریم. بعد الان اتفاقی که افتاد بعد مهسا امینی اومدن چیزی من شنیدم اومدن حالت جریمه گذاشتن اگه بی حجاب باشی باید یه پولی بدی. خب الان کسی که مثلا وضعش خوب نیست نمیتونه دوباره هنوز حجاب نداشته باشه. ولی اونی که وضعش خوبه میتونه بیاد بیرون هی جریمه‌ش تو باشه پول جریمه‌شو بده. تو فکر کنم نگاه کن پس پولدارا نشستن تو خونه هیچ کاری نکردن. بقیه جمعیت پرید تو خیابون یه چیزی رو جمع کرد. بعد آدمای معمولی ضربه خوردن، سختی کشیدن. نمیدونم به قول معروف جنگ کردن و فلان. بعد ولی پولدارا که تو خونه نشسته بودن الان میتونن بدون حجاب بیان بیرون و تو خوشون نباشه چون میگن جریمه‌شو میدیم. کسایی هم که وضعشون خوب نیست دوباره برمیان به همون موضوع قبلی. Yeah, making a video. Go baby. This is restricted area. Oh no, we came from that door. Yeah, well, that's the other restricted area, right? Oh, I didn't know. ما یه جای restricted. رفته بودیم یه جایی که نمیتونیم بریم زده اونا. یارو دویده. میگه عینا داشت ببین. تو خیلی خباب آروم باش. گفت بیا بالا گفتن نمیام بالا دور میشم. میرم پایین. از این برای Sure. In the center. No, here. Woohoo! خب آقا رسیدیم به ویکتوریا. یادوشکا. Thank you so much for picking us up. این هم ویو ویکتوریا وارد شدیم. اتوبان اوله. میریم توش. چه روزی هم اومدیم. بابا سانی مشتی جزیره است اینجا از ونکوور 1 ساعت و 30 دقیقه هم راهه. بابا ماما بگو یاچو خود رسیدیم. نون خونگی دلمه فلفل به به شنیسه سوسیس با این سالاده آقا این خیلی کر است. تروبه با ماینز و فلاسه میدم که وسایل مامان آماده. اینجا هم لب مامان الناست داره چیزای کوچولو میکاره که ببره توی گاردنش. گاردن نشون بدم بهتون. خب اینجا ببین اومدیم. آبم میتونی ببینی رستی که دوزیه ملو آب اومد معلومه. اینجا آبه. ببین چه حیاتی درست کردن خدایی. همشون گم چون دوستان خودشون بکنن از این کارا بکنن. ببین چقدر باحال اینو درست کردن. این یارو گرین هاوسشون اون پشتیه. اینجا آب وسایلشون رو میذارن. بعد تمام اینا رو خودشون درست کردن. یعنی این سنگا رو خودشون گذاشتن، خاک رو خودشون رفتن بردن گذاشتن، درخت‌ها رو کاشتن. اون سفیده رو از من 3 تا داشتم بهشون کادو دادم. بعد رفتن 10 تا دیگه خریدن خوششون اومده. ولی در صورت اینا رو همه رو ساختن، خاک ریختن فلان بسار. بعد اینجا این خاک توش ساخته میشه. بعد گرین هاوسشون هم باحاله. یه هر چی فکر کنی اینجا هست. چلون دمشون رسیدم اینجا عشق کردم. این پاشا نه صحبت کن بدم چیکار کردی چند روزه؟ من چند روز صبح بیدار میشدم داشت میرفتم دندون چیز همه چی یه اکسرسایز برای داشت ریلکس میکردم. من اگه سادی بود چی باشه دوشو بیومدم بازی میکرد برای رفت برود بازی کردیم برای پارک بیری جایی برای شب بشه بعد دیگه سسته میخواه غذا بخورم برم بخوابم. و حسابی حال کردی ها؟ بله خیلی عالیه خیلی عالیه. ماموکو اذیت نکرد؟ نه خانم بود؟ بله تو فقط بابچکا یه کوچیک اینجوری وش اینجوری یه کوچیک over too much stuff. چی شو؟ من مثلا یه کوچیک بیشتر از نورمال مثل اینجوری مامکو گفتم کار بکنه پس یه کوچیک خسته شده اینجوری. ازش کار کشیدن گفتن این کار کن کار کن. نه
مثل کمتر آیپد بهش دادم as much as they could. پس خیلی کار خوبی کردم منظورته. بله خیلی. اوکی برو غذا بزنیم. چقدر این پسر آقاست. کفشش هم جفت میکنه. یامی فود. Thank you so much. کامی. خب بچه‌ها بازی چیه؟ بعد پشت کنید بعد خل بدید یه کسی رو از کارپت. فرش بیرون. اوکی. 3 یک دو سه Go so یاکو چومبا. دیفنس مود. رفت دفاعی. خب کی almost. حال بده. Papa, who are you gonna cheer for me or Pasa? جون Who are you gonna cheer for me or Pasa? برای کی میخوام چیز کنم تشویق کنم ماماکو ماماکو برو باشه خیلی قویه واسه ماماکو مانستر باش این بازیکن طلا رو میبره خب اونجا خوردیم و خوابیدیم و اشغال کردیم پاکا بابوشکا مام بزرگ النا نایسستن آدمی که میتونی زندگی ببینی پاکا خب بریم هم سفر ویکتوریا ما پیکاپ کردن بچه ها برو بریم Thank you so much یادوشکا مامی چطور بودم امروز؟ ویکتوریا کوچیک اومدیم perfect. من چیکار کردم؟ اومدم خوردم خوابیدم اومدم واقعا عالی. خورد خوابید اومد. در باید چلوشتا سر میز غذا خوردم همراه تا خوابیدم مادر شدم بریم تو خودت چیکار کردی اون خوردم خوابیدم. چی میگه اینو خوشش اصلا تناب میزده دون کاشته همه خوردم خوابیدم. آره اومدم میدونم همه خوابیدم من با شرمندگی خوابیدم اگه پیدا شدم احساس Can you hold this one not? ماماکو ماما کن نگاه کن بابایتون. بهترین چیز این مسافرت چی بود؟ پیش بابوشی یادوشکا The veranda. چی؟ The veranda ski was maple syrup that we ate today. Arranged with maple syrup. آها چون امروز میپل سیرپ خوردی فارسی بگو امروز میپل سیرپ خوردم Maple syrup. پاشا چی؟ بهترین چیز راجع به این سفر چی بود؟ من بیت کازینه خواهم بازی کردم با کازوی خود بازی کردی منم موافقم Baba, look a rainbow sour patch. واو بخور Just ببینم no orange. Just no orange There's no sour. بچه خیلی باحاله نمیدونم چجوری بهتون بگم فکر کنم بریم بچه 3 و 4 هم بیاریم مامانم میگه با سوئیل بیاری ترسیده ماماکو دیگه تبریش نگیره بزن آره بله. پس یه خود نمه اعتراف کردی دیگه 3 و 4 رو نظر شما بود دیگه نه 3 و 4 با یه خانم دیگه. النا همین دوتا بس شد. اون اوکیه تو دستور شدی من چی کارم؟ من یه پیرزنم. تو من- زنگ زدی گفتیم ما من یه پیرزن. بچه ور بیاری من فلان غلط کردم گفتم به من کاری نداشته باش ولی باید برای خود خودم. ببین اینا کن مثلا یه دونه مثلا قارچ در اومدن نه بغل قارچ رد می‌ره چیزی من تو در اومدم خاک بر Baby, what was the best thing about this trip? Picking up kids, seeing my mom and dad, spending time together. فکر کردن تلویزیون روسیه است داره امروز سال کنه چون از پوتین اینا میترسه Not at all. بهترین چیزش این بود که یه بار دستش خورد به چیز من عشق کرد چایس اقتصادی